پروژه جدید با یک سازنده دیگه رو به شما میخوام معرفی کنم که به نام مگ هست. این سازنده فعالیت ساخت و ساز رو از سال 2003 شروع کرده که به شکل چشمگیری در نقاط بسیار خوب دبی از جمله مارینا، جومرو لیک تاور، الفرجان، بیزینس بی، میدان شاهد ساخت و سازهاش بودیم که ساخته و تحویل داده و امروز پروژه جدیدی رو در منطقه میدان به شما میخوام معرفی کنم که توسط همین سازنده ساخته شده و به جهت منطقه بسیار خوبی که در نظر گرفته و به جهت شرایط پرداخت آسونی که قائل شده برای سرمایه گذار و خریداران این زمینه رو مساعد کرده برای اینکه هر کی بتونه خرید بسیار خوبی داشته باشه. چرا منطقه میدان؟ میدان به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت داونتاون، دبی مال، برج خلیفه که بسیار حائز اهمیت هستند در منطقه و همچنین قرار گرفتن در کنار کریک دبی و همچنین وجود مال بسیار بزرگی که در منطقه میدان قرار داره که بسیار وسیع‌تر از دبی مال و امیریتس مال هست و همچنین قرار گرفتن در کنار ریس هورس دبی که خودش از جاذبه های گردشگری این کشور هست واقعاً در جایی قرار گرفته که هم مرکزیت داره و هم ارزش افزوده بسیار زیادی خواهد داشت. پروژه‌ای که مشاهده می‌کنین مربوط به مگ آی هست که در منطقه میدان واقع شده. این پروژه شامل تاون هاوس های 2، 3 و 4 خواب است. میتونم بگم جز تنها پروژه هاییه که در حال حاضر تاون هاوس 2 خوابه داره، چون در این منطقه تاون هاوس 2 خوابه وجود نداره جز این پروژه. همونطور که مشاهده میکنین تاون هاوس های اطراف به صورت تک واقع شدن و در بین اونها تاون هاوس های میکس به صورت 2، 3 و 4 خوابه ها در کورنر هر منطقه واقع شدن. در دور تا دور منطقه از فضای سبز و درختان نخل پوشیده شده. همچنین این منطقه تاون هاوس ها شامل 3 پارک اصلی هست که در 3 جهت مختلف قرار گرفتن و در کنار تاون هاوس ها ایستگاه مترویی هست که این منطقه رو به همه جا مرتبط میکنه. همچنین بعد از تاون هاوس ها میرسیم به آپارتمان ها که در منطقه آپارتمان ها فقط استودیو و یک خوابه وجود داره که استودیوها فول فرنیش تحویل میشن. کل منطقه آپارتمانی شامل یک کلاب خانوادگی بسیار بزرگ هست با 2 استخر بسیار وسیع و همچنین کلینیک، مراکز خرید و ایستگاه مترو که میتونه با مراکز دیگه مرتبط باشه. در واقع پروژه به 3 منطقه دسته‌بندی شده. منطقه اول تاون هاوس ها هستند و منطقه دوم آپارتمان ها هستند و در انتها 4 بیلدینگ اداری در نظر گرفته شده که مجموعه رو کامل میکنه.